شما دوستانی که به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. خب بسیار هم عالی و امیدوارم که مسئله هم بابت صدا نداشته باشیم. جلسه‌ای که ما در خدمت شما هستیم بحث مدیریت ریسک هستش در شرکت‌های دانش بنیان که خب تو این زمینه فکر می‌کنم تا حالا کمتر کارگاهی برگزار شده باشه و این موضوعی که ما امروز می‌خوایم بهش بپردازیم یک موضوعی هست که در واقع حالا سعی می‌کنیم که در رابطه با بحث‌های حالا خیلی مهم این موضوع به صورت موردی صحبت بکنیم و بعداً به صورت اختصاصی مخصوصاً در حوزه مدیریت ریسک با رویکرد مالی برای شرکت‌های دانش بنیان در خدمتتون باشیم و اونجا هم در واقع بتونیم نکات خودمون رو خدمت دوستان بگیم و سعی میکنیم که این کارگاه و این نشست رو سراسری‌تر برگزار بکنیم که دوستان و عزیزان دیگه مخصوصا خود شرکت‌های دانش بنیان و دانشجویان رشته مالی و در واقع مالی و حسابداری و حتی اقتصاد هم اگر علاقه‌مند باشن به این موضوع در خدمتشون باشه. خب من واقعیتش از خود موضوع شرکت دانش بنیان شروع میکنم که اصلا اگر بخوایم بگیم که مثلا ما الان شرکت دانش بنیان چه شرکتی هست تو دنیا، چه شکلی عمل میشه، تو ایران ما به چه شیوهی عمل میکنیم و چه شیوهی این موضوع رو عملیاتی میکنیم یه صحبت خواهم کرد. ببینید ما واقعیتش زمانی که ما میگیم شرکت دانش بنیان چی هست، شرکتی که بر مبنای نالج، تکنولوژی، فناوری قرار گرفته و حالا آیا واقعا تمام شرکت هایی که ما تو ایران داریم ما به عنوان شرکت واقعیتش تکنولوژی بیس میتونیم بشناسیم و آیا همه شرکت‌های دانش بنیان جزء شرکت‌های تکنولوژی بیس هستن؟ پاسخ خیر هستش. چون ما الان طبق تعریف قبلا میگفتیم که شرکت دانش بنیان شرکتی هست که حالا یک فناوری، یک نوآوری متمایز رشد دهنده‌ای داره و بر مبنای اون یک ارزش اقتصادی ایجاد میکنه و میتونه در واقع به کشور حالا خدمت رسانی کنه و خب طبق قانون خود شرکت‌های دانش بنیان ما میگفتیم که شرکت دانش بنیان یک شرکته یا یک مؤسسه خصوصیه یا یک تعاونیه که میتونه باعث هم‌افزایی بشه بین علم و ثروت. ولی خب بعداً اومدن گفتن که فقط و فقط اون شرکتی که تکنولوژی داره، اون شرکتی که فناوری داره فقط دانش بنیان نیستش و ما میتونیم در واقع تعاریف دیگری رو هم تو این زمینه داشته باشیم. یه هماهنگی با انجام دادیم مقصدتون رسیدیم. خیلی عذرخواهی می‌کنم. داشتم عرض می‌کردم میگفتن که فقط شرکت دانش بنیان شامل شرکت‌هایی هست که فقط تکنولوژی دارن و بعداً این رویه عوض شد. گفتن فقط شرکت‌هایی که تکنولوژی دارن مهم نیستن و ما میتونیم بگیم شرکت‌هایی که دارن در واقع ارزش دیگری خلق میکنن، مثلا ارزم خدمت شما مشاوره میدن به شرکت‌های دانش بنیان از بود حتی مالی یا ارزش‌گذاری فناوری انجام میدن، انتقال تکنولوژی انجام میدن، کارهای حقوقی انجام میدن یا مسائل دیگه در واقع میتوانن کمک بکنن نسبت به اینکه شرکت دانش بنیان رشد بکنه. پس عملاً فقط فناوری محوری رو در شرکت‌های دانش بنیان مد نظر قرار ندادن و گفتن در کنار اون ما میتوانیم در واقع بیایم و موضوع تجاری سازی رو هم بهش اهمیت بدیم، مثل افراد و شرکت‌هایی که دارن در حوزه‌های دیگری کار میکنن، مثلا حوزه حقوقی، مثلا حوزه انتقال تکنولوژی، مالکیت فکری، ارزش‌گذاری دارایی نامشهود، تامین مالی جمعی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و این موارد رو هم اضافه کردن. پس عملاً شرکت دانش بنیان در ایران تکنولوژی بیس فرم شرکت‌هایی هستن که خدمات در واقع دانش بنیانی رو ارائه میکنن و به اضافه شرکت‌هایی که محصول محوری دارن که اون محصول محوری در فضای تکنولوژیک و فناوری هم قرار میگیره.
توی دنیا ما یه دسته شرکت‌هایی داریم که جزء شرکت‌های SME قرار می‌گیرن، SMEs هستن، Small Business Investment Enterprises، که این دسته از شرکت‌ها صاحب تکنولوژی‌های جدیدن. تکنولوژی جدید یا تکنولوژی‌هایی که خیلی تازه هستن، به خاطر همین بهشون میگن Newly Technology Based Firm یا NTBF. این شرکت‌ها خیلی هم اتفاقا مهمن و جزء شرکت‌هایی هستن که میتونن ارزش‌های افزوده خیلی بالایی رو برای اقتصاد به همراه داشته باشن و این دسته شرکت‌های تکنولوژی محور میتونن تمایز ایجاد بکنن، NTBF ها. و بحثی که ما امروز در خدمتتون هستیم بحث مدیریت ریسکه. توی مراتب اولیه تو بحث مدیریت ریسک اولین چیزی که مطرح میشه این هست که شما بتوانید اون کسب و کار رو بشناسید، تجزیه تحلیل بکنید و فرایندهاش رو در بیارید. و خب یک شرکت دانش بنیان اگر واقعا بیایم خیلی جدی بهش نگاه بکنیم و بفهمیم که اون شرکت در واقع چه عملکردی رو داره انجام میده، خب بخشی از در واقع عملکرد اون شرکت که به صورت جدی واقعا دارم میگم اون تیم داره روش کار میکنه یه محصول محوریه و در کنارش یه سری فعالیت‌های تامین مالی قاعدتاً مثل هر شرکتی خواهد داشت، یه سری فعالیت‌های تو حوزه منابع انسانی، تیم سازی، جذب، نگهداشت، آموزش خواهد داشت مثل هر شرکت دیگه. یه بحث دیگه‌ای داره که یعنی در واقع به سمت مشتریان و بازار و حتی دولت خواهد بود. و یه بخش دیگه‌ای هم اون شرکت باید تو بحث حالا عملیات در واقع مدیریتی داشته باشه، حالا عملکردی که خود مدیران اون شرکت میتوانند داشته باشن. ولی اصولا شرکت‌های تکنولوژی بیسد فرم، یعنی اونهایی که تکنولوژی محور هستن، شاید به جرئت بتونم بگم 90% یا 80% عملیات اون شرکت معطوف شده به حوزه تکنولوژیشون، یعنی از سایر موضوعات خیلی دور میشن. و وقتی ما میخوایم تجزیه تحلیل بکنیم فرآیندهای اون شرکت رو، میبینیم که اکثر شرکت‌های دانش بنیان مخصوصا تو حوزه‌های مالی دچار مسئله هستن یا حتی نیروی انسانیشون رو خیلی وارد فرآیندهای آموزشی، نگهداشتی یا حتی رضایت سنجی و حتی جذب و استخدامشون هم حتی بعضا علمی نیست، نمی‌کنن، چون فرصتشون ندارن، چون برنامه‌ریزی این حوزه رو خیلی به سختی میان انجام میدن و نتیجتاً این میشه که مواجه میشن با یک سری ریسک‌های خیلی خیلی زیاد. و عملاً زمانی که ما یک شرکت دانش بنیان رو داریم بررسی می‌کنیم، مواجه میشیم با شرکتی که تمام فکر و ذهنش محصول محوری و ورودش به بازاره، به دست آوردن اون درآمدهای ابتدایی و به دست آوردن درآمد ثابت و پایدار و با ثباته. به این موضوع واقعا میرسیم که شرکت دانش بنیان یکی از موضوعات و مسئله محوریش این هست که اصلا کلا نمیدونن که اون شرکت باید یعنی حائز یه سری فرایند، المان و موضوعات محوری باشه و بتونه اصلا شناسایی بکنه فرایندهاش. و بعد از اینکه ما فرآیندها رو در یک شرکت دانش بنیان شناسایی کنیم، باید بتوانیم شناسایی ریسک رو مبتنی با هر فرآیند طبق گام‌های مختلف بشناسیم. یعنی من الان میام سراغ شما، میگم شمایی که دارید حتی تو واحد تکنولوژی کار میکنید، آیا الان شما دیدبان فناوری تو شرکتتون دارید یا اصلا پایش فناوری رو در دنیا مورد مطالعه قرار دادید؟ تو دنیا داره چه اتفاقی میفته و ریسک های مرتبط با فناوری رو اصلا میدونید که چی هست؟ یه وقتی میبینید اون شرکت محصول محوریش فقط و فقط تو حوزه مثلا رمز ارز قرار داره، دارن یه کوین جدیدی رو وارد بازار میکنن یا دارن یه صرافی رمز ارزی میزنن، ولی نمیان اصلا ببخشید انقدر درگیر کار میشن که اصلا دور میشن از این که تو دنیا داره فناوری‌های به‌روز داره به چه سمت و سوی میره. اصلا از پایش فرآیندها در دنیا دور میشن و نمیدونن چه اتفاقی میفته. کسی رو ندارن که مطالعات بازار این حوزه براشون انجام بده و یا اصلا نمیدونن که باید برای این حوزه ها هم حتی هزینه بکنن و میرن به سمت سویی که اصلا فرآیندهای تکنولوژیکشون دچار مسئله میشه. میان من فکر میکنن فقط باید هر روز شروع بکنن به برنامه نویسی، هزینه جدیدتر، المان جدیدتر به اون موضوع اضافه کنن. بیان مثلا میگن آره من الان اومدم یه وبسایتی نوشتم تو حوزه مثلا خدمات بیمه، الان این باید بیاد مشتریای من رو با هوش مصنوعی شناسایی کنه، دوباره بره یه هزینه دیگه بکنه، یه در واقع افزونه دیگه تو حوزه AI به سایتش، اپلیکیشنش، وبسایتش اضافه بکنه که اصلا مشتریاشو بر مبنای هوش مصنوعی اضافه کنه. ولی غافل از این که این هزینه اصلا شاید اصلا نیاز نبوده. شما اول باید سعی بکنید که محصولات محوری تو به یک درآمدزایی قابل اتکا و ثابتی برسه. میره جلوتر اون شرکت
میره جلوتر و بعد از بعد فناوری یه وقتی میبینید خود شرکت‌ها نشستن فقط و فقط دارن هزینه آرندی میدن. یعنی اینکه دارم میگم ریسک واقعا ریسکای متنوع و متعددی میتواند وجود داشته باشه، ولی واقعا باید اول بفهمیم شرکت دانش بنیان چه فرآیندهای درونی داره. میره هزینه آرندی میکنه، نیروهای خیلی گرون قیمت میگیره، یا اینکه پروژه ها رو برون سپاری میکنه به شرکت های دیگه و آدم های نامی رو تو اون حوزه دعوت میکنه. ولی یه وقتی میبینید اون شرکت اگر توانایی و پتانسیل سرچ خیلی خوبی رو داشته باشه و بتونه تو دنیا بگرده، میبینید اون فناوری به راحتی میتونه وارد بکنه، واردات تکنولوژی داشته باشه و اینقدر لازم نیست هزینه بکنه، واردات انجام میده بعد اون میاد میفروشه، تکثیر میکنه. در مقابل شرکت هایی هستن که اونقدر محصول محوریشون جذابه، تو همین ایران هم اومدن کار میکنن، فعالیت میکنن و میان همون محصول خودشون رو که تکمیل شده میان دوباره یه محصول جدیدی کنار اون دوره ایجاد میکنن، تکثیر میکنن فناوری، تعداد تنوع فناوری ایجاد میکنن واسه خودشون. این کار اشتباهه. یعنی اول تمرکز بر حوزه فناوری باید داشته باشن، اصلا برن صادرات فناوری انجام بدن. آیا تنها یوزر کشور خودمونه یا کشورهای دیگه میتونن فعالیت کنن؟ ببینید من واقعا اینجا ریسکای مواجه شدن با بخش تکنولوژی شرکت دانش بنیان رو دارم میگم. یعنی عملاً اونقدر تمرکز بیش از حد بر حوزه تکنولوژی گذاشتن هم اشتباهه. ریسک‌های مختلفی میتونه داشته باشه، ریسک‌های رقبا رو میتونه داشته باشه، ریسک بازار تکنولوژی میتونه داشته باشه، ریسک‌های عملیاتی رو میتونه داشته باشه، ریسک‌های مدیریتی رو میتونه داشته باشه. یعنی انواع اقسام ریسک‌ها میتونه بر حوزه تکنولوژی اثرگذار باشه. یه وقت می‌بینید ما اومدیم یه محصول تکنولوژی کار می‌کنیم ولی غافلیم از ریسک ارز. ریسک ارزی که اثرگذار بر مواد اولیه‌ای که وارد می‌کنیم برای اون تکنولوژی. مثلا توجهی نسبت به این موضوع نداریم. پول کارشناس و پول مشاورم نمیدیم. فکر میکنیم اگر یک نفر ورود بکنه به اون شرکت دانش بنیان کل فرمول ها و کل داشته در واقع فناورانه و تمام اطلاعات ما رو خواهد برد. مشورت نمیکنیم. فکر میکنیم فقط ما هستیم که داریم به اون موضوع فکر میکنیم، ولی غافل هستیم از این که ممکن هست اصلا این موضوع ساخته شده باشه یا اصلا همین موضوع عینش تو کشور وجود داشته باشه. موضوعی که من داشتم چند وقت پیش با یکی از این شرکت‌ها بحث می‌کردم، ایشون گفتن که در واقع عرضم خدمت شما می‌خواست یک شارژر برقی واسه خودروهای برقی بسازه. دنبال در واقع تیمی بود که این کار براش انجام بده. ما گشتیم پیدا کردیم شارژر برقی تو چین ساخته شده ها، دستگاهش هم وارد کرده بود. اوکی. منتها فکر کرد که در واقع باید بره پول بذاره و آرندی کنه و داخل می‌خواست مال ساخت داخل باشه واقعیتش. ولی رفتیم گشتیم تو شیراز، توی خوزستان، توی نمیدونم ارومیه 3 تا شرکت دانش بنیان رو یکیشون که اصلا دانش بنیان نبود پیدا کردیم همون کار ساخته بودن. باورش نمیشد. یعنی فکر می‌کرد که فقط خودش این ایده به ذهنش رسید. جلوگیری کرد از دیگه که عالمه هزینه کرد. بعد این یه بخش، یه فرایند کوچک در شرکت دانش بنیان. شرکت‌های دانش بنیان زمانی که شروع می‌کنن به فعالیت دوستان، چون به خاطر اینکه دولت اومده یه بخشی معاونتی ذیل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان معاونت در واقع امور شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کرده، یه معاونت جداگانه و بیش از 110 حمایت برای این شرکت‌ها در نظر گرفته. این شرکت‌ها عمدتاً مستقر هستند در پارک‌های علم و فناوری و مرکز رشد. وقتی که این شرکت‌ها در واقع توی اون مراکز فعالیت میکنن، ما میبینیم که شلیک میشن از حمایت‌هایی که وجود داره، یا مثلا پیشنهاد میدن میتونستی از این تسهیلات استفاده کنی، این تسهیلات رو میتونی درخواست بدی، نمیدونم یا از تسهیلات مثلا امریه استفاده کن، معافیت مالیاتی بگیر، گمرک رو بگیر، اینجا رو بگیر، نمیدونم شرکت در مناقصات رو بگیر، امتیاز شرکت در مناقصات رو بگیر، استقلال در فضای مسکونی رو بگیر، اینو بگیر، اونو بگیر. طرف میاد شرکت به خودش میاد پس که وقت بذاره برای مسئول محوری. یعنی عملاً شرکت‌های دانش بنیان بزرگترین ریسکی که براشون حکم فرما هست این هست که در واقع بعضا حمایت‌های متنوع و قوانین متنوعی که جلوی راهشون گذاشته میشه و همشون خیلی جذابن باعث میشه که اصلا اون وقت و تمرکز واقعی رو کارشون نداشته باشن و خیلی هم حاضر نیستن اصلا یک نیروی مجزا ویژه بخش حمایت‌ها و تسهیلات و موضوع دانش بنیان تو شرکتشون مستقر کنن. و این موضوع باعث میشه که در واقع عملیات محوری این شرکت‌ها با چالش مواجه بشه.
بله بفرمایید. الان راست دقیقاً خاطر این قضیه اعتبار مالیاتی است که معافیت مالیاتی جدید رو میدن. همه شرکت بزرگ اقدام کردن دارن هر کدوم به شرکت دانش بنیان میدن، اما که واقعا اون تخصص و مهارت لازم واقعا نیست. یعنی در حدی که طرف از مالیات فرار کنه، اون شرکت بتونه که اعتبار مالیاتی بگیره این کار انجام میده. از اونورم خب بحث دانش بنیان، خب این میگید این امتیازا رو بهشون میدن، خب از اون طرف هم هر سال این امتیازا مثلا دائمی نیست. مثلا دوران‌های ستاری که اومدن گفتن که از شتاب‌بندها حمایت میکنن، شرکت‌های شتاب‌بند خیلی تعدادشون زیاد شد، بعد مدتی تازه قانون اومد که حمایت‌ها قطع شده. الان همه اومدن سراغ این که اعتبار مالیاتی و میگم هر بار که یه قانونی میدن که خیلی وجود میارن و بعد حمایتشون رو برمی‌دارن. اینم این مشکلی که هست. حرفتون درسته. البته این نکته رو من می‌خواستم تو بخش ریسک‌های قوانین مقررات واسه شرکت دانش بنیان بگم. این نکته که شما دارید میگه شرکت‌های بزرگ اومدن به سمت گرفتن اعتبار مالیاتی و دارن شرکت‌های دانش بنیان رو تصاحب می‌کنن یا سرمایه‌گذاری می‌کنن که بتوانن اعتبار مالیاتی بگیرن. نکته درستیه. خب ولی شاید مثلا سر در نیارن که این شرکت‌ها دارن چیکار می‌کنن، مثلا نمی‌دونن مورد مصرفشون چه خواهد بود. کاملا درست میگید. ولی یه موضوعی که برای من خیلی مهمه که بتونم این قضیه رو بگم اینه که اونقدر بعضا این شرکت‌ها درگیر بوروکراسی‌های دریافت تسهیلات میشن که اصلا درآمدزایی واقعی خودشون فراموششون میشه. ببینید ما تو کشوری زندگی میکنیم که در واقع همش همراه با در واقع چیز هستش، همراه با ریسک‌های بسیار بسیار زیادی هست و تورم داریم، تورمی که در واقع افزار گسیخته است. پس عملاً زمانی که وام در واقع کم بهایی به این شرکت رو داده میشه، خب دنبال این موضوع میافتن و همون موضوع هم ممکن هست به اینها در واقع آسیب بزنه. خب و نکته که وجود داره این هست که میرن اسیر حاشیه میشن، اسیر دریافت تسهیلات میشن، اسیر این موضوعات میشن و همین موضوع اونها دور میکنه از فعالیت اصلیشون، یادشون میره اصلا برای چی به وجود اومدن. من همیشه به شرکت ها گفتم، شرکت دانش بنیان که ازم مشاوره میخوان، بهشون گفتم که شما یادتون نره برای چی به وجود اومدید، دور هم جمع شدید. یعنی یادتون نره، یادشون میره. یعنی اونقدر براشون این موضوعات جذابیت ایجاد میکنه که مسیر رو اشتباه میرن، چون این مسیر واقعا یک مسیری هست که در واقع اغوا کننده است. خب این یکی از موضوعات و مشکلاتی که ما واقعا تو این موضوع داشتیم. موضوع دیگری که جزء مسائل و مشکلات و ریسک‌های خیلی زیاد شرکت‌های دانش بنیان هست، ریسک‌های در واقع عملیاتی هست. ریسک‌های عملیاتی یعنی چی؟ ریسکی که منجر میشه به محصول عملیاتی و درآمد عملیاتی اون شرکت‌های دانش بنیان. ببینید شرکت دانش بنیان خب یه بودش تکنولوژی که خدمتتون گفتم، عملیات اصلی شرکت. اینها چون شرکت‌هایی هستن نوپان، خیلی قدرت جذب نیروی انسانی بزرگ رو ندارن و زیاد رو ندارن. ضمناً اگر در مراحل اول عمرشون بیان سهام اعطا بکنن به سرمایه‌گذار، ممکن هست که بعدها ارزش خیلی زیادی رو از دست در واقع بدند. به خاطر همین مقاومت میکنن از اشتراک سهامشون با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا اصلا سرمایه‌گذار نمیپذیرن و بیشتر به دنبال تسهیلاتن که البته این تفکر تا حدی درسته ولی تا یک جایی جواب میده. شرکت دانش بنیانی که هنوز 1 ریال درآمد نداره، رفته آتومن وام گرفته، هم باید هر ماه قسط پرداخت بکنه، از اون طرف محصول محوریش هنوز به درآمدزایی نرسیده، نیروی انسانی متخصص بابت عملیات مالیش نداره، عملیات حسابداریش رو همیشه یک نفر خارج از فضای ساختاری اون سازمان میاد هفته 1 بار 2 بار یا ماهی 1 بار میاد براش انجام میده، اصلا توجهی به موضوعات مالی حسابداری ندارن. و شرکت‌های دانش بنیانی که عملاً اکثرا 2 دفتره کار میکنن یا 3 دفتره کار میکنن و از شفافیت به دور هستن، بزرگترین ریسکی که تو بحث عملیات برای اونها مواجه هست این هست که نیروی انسانی متخصصی رو نمیتوانند جذب کنن. ضمناً برای خرید مواد اولیه‌شون مواجه میشن با قیمت‌های خیلی بزرگ و زیادی که در بازار وجود داره و چون توانایی خرید توناژهای بالا رو ندارن، عملاً نمیتونن کد بورسی دریافت بکنن و نمیتونن از بورس کالا خرید بکنن، مجبور هستن مواد اولیه‌شون رو از توی بازار خرید بکنن و از تو بازار همیشه قیمت‌های فضایی و بازار بزرگتری رو به اونها پیشنهاد میکنن و به خاطر همین قیمت تمام شده محصولاتشون نسبت به شرکت‌های بزرگ مشابه یا حتی نمونه‌های مشابه خارجی عمدتاً گرونتر در میاد. به خاطر همین اونها نیومدن مثلا با هم دیگه تعاونی‌هایی رو تشکیل بدن در حوزه‌های تخصصی که تعاونی بیاد مواد اولیه رو خرید کنه، توسط کنه بین اون شرکت‌ها، یا نیومدن از مشاورینی استفاده کنن که چه شکلی میشه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که کوچک‌ترن
بیان مواد اولیه خرید بشه و برای اونها در نظر گرفته بشه. این بزرگترین مشکل شرکت ها هست تو تامین مواد اولیه که جزء عملیات اصلی اون شرکت است. بعد میریم تو بخش فروش، یعنی ریسک واقعا بزرگ اونها بخش فروشه. برند بزرگ ندارن، از اون طرف برند جذابی رو ثبت نکردن. یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که من داشتم همیشه در معاونت که بودم این بود که در واقع این بود که ما برای شرکت‌های دانش بنیان یک برند دانش بنیان یا یک برچسب دانش بنیانی نداریم رو محصولات بزنیم و مردممون اتفاقا ارزش بدن به این موضوع، برن خرید بکنن، بگن ما داریم از یک کالایی حمایت میکنیم و خرید میکنیم که اون کالا در واقع زحمت فکری توسط جوانای همین مملکت در واقع گرفته شده و داریم در واقع ارزش ایجاد میکنیم. بفرمایید. با اجازه یه مثال خوبی من اینجا واقعی کام جاش هست که بگم. یک شرکتی که من میشناسم، حالا هنوز کالاش وارد تولید نشده، یک محصولیه که در حوزه نهادهای دامیه. برای اینکه محصولش مطمئن بشه بتونه آخر فروش میره و همکارای خوبی داشته باشه، مجبور شد 30% سهامش رو به یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت و باقی 30% به یک دیگه از اعضای هیئت مدیره همون شرکت بفروشه. و اون شرکت هم یه شرکت عظیم تو حوزه نهادهای دامی و کود و سم و کشاورزی و ارتباطات بسیار گسترده‌ای داره و از همین الان هم تقریبا تضمین شده از فروش محصولش. بعضی وقتا مجبور این فداکاری انجام بده فقط به خاطر اینکه میتونه یک سهم بازاری رو به دست بیاره. بسیار هم عالی، خیلی هم درست و به جا، کاملا درست فرمودید. بله همینطوره. خیلی از این شرکت‌ها به خاطر اینکه سهم عمده‌ای رو در فروش داشته باشن مجبور هستن که در واقع تن بدن، سهام بدن، یا اصلا ماشین سودای بسیار پایینی داشته باشن، یا اصلا نیروی انسانی خودشون رو که علم و دانش دارن بعضا در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار بدن. همه این موارد رو من به چشم دیدم و کاملا درست مثال زدم. اما یکی از دغدغه‌های اونها برای فروشه، این که اصلا نیومدن تجزیه و تحلیل بازار، مطالعات بازار انجام بدن. مطالعات بازاری که میتواند بسیار بسیار به اونها کمک بده و به اونها در واقع کمک بکنه توی قیمت گذاری محصولاتشون، شناخت رقباشون، شناخت در واقع اطرافیانشون و اینکه میتونن حالا به چه شیوهی قیمت گذاری بکنن و به چه شیوهی تبلیغات بکنن. مثلا از مشاوران تبلیغاتی کمتر میتونن استفاده کنن، مثلا نمیدونن که میتونن از این خدمات استفاده کنن در ذیل در واقع حمایت‌های معاونت علمی. نکته‌ای که دیگر ما داریم برای این حوزه این هست که ما واقعیتش این هست که ما باید در کنار عملیات اصلی، حالا فروش، بازاریابی، خرید مواد اولیه، همه اینها پایش هفتگی کیفیت محصولاتشون رو هم داشته باشن. یعنی تو بحث کیفیت گرفتن استانداردهای مختلف اونها واقعا مسئله دارن. یعنی یکی از بزرگترین دغدغه‌هاشون بحث استاندارده و حالا اگر تو حوزه پزشکی باشن که باید مجوزات خاص بگیرن، محصولات یا مواد غذایی باشه استانداردهای ویژه این موضوع، و خیلی وقتا اصلا برای محصولات جدید و فناوری‌های جدید شرکت‌های دانش بنیان با سازمان استاندارد معاونت علمی در تعاملی که اصلا استاندارد نویسی بکنه برای این شرکت‌ها و چون استاندارد ندارن خیلی هم نمیتونن با بازار تعامل بکنن و بفروشن. بعد دیگه در کنار اون بحث صادرات و واردات این موضوع هست، صادرات و در واقع صادرات اونها به کشورهای دیگه. ببخشید وقتی که یه برند خاص بفرمایید. صدای من قطع شده؟ الان فکر کنم درست شده باشه. تا الان صدا نداشته؟ نه این یک دو دقیقه است. آها. من داشتم صحبت می‌کردم احتمالاً صدای من قطع شده. ببینید من عرض کردم گفتم شرکت‌هایی که از خدمت شما تو بحث استاندارد صحبت کردم، بعد گفتم تو بحث صادرات محصولات اونها به کشورهای دیگه. مثلا وقتی ما یه برند محکمی نداریم که بیاد حمایت بکنه اونها رو یا به هر ترتیب اون برند یه برند شناخته شده‌ای در دنیا باشه، چه شکلی میخوان رقابت بکنن؟ خب چه شکلی میخوان این موضوع برای اونها واقعا جا بیفته که رقابت بکنن و با کشورهای دیگه بیان حالا رقابت جهانی داشته باشن، استانداردهای جهانی رو چه شکلی میتونن بگیرن. این یه روز. بعد تو بحث‌های مالی، شرکت‌های دانش بنیان خب ریسک‌های مالی خیلی مختلفی به اونها وارد هستش. یعنی ریسکی که تو بحث‌های مالی من عرض کردم، اولا که ساختار استاندارد مالی ندارن، حاکمیت شرکتی تو اون شرکت‌ها چون کوچیکن رعایت نمیشه، حسابرسی نمیشن چون اصلا ارزش این کار نمیدونن. اگه حسابرسی هم بشن معتمد سازمان استفاده نمیکنن، میگن دلیلی نداره هزینه بالاتر بدیم.
از فرصت‌های پیش روشون در بازار سرمایه و تامین مالی اون غافل هستن. نکته دیگری که برای این شرکت‌ها وجود داره و بسیار واقعا قابل تأمل هست، مشاوره مالی استفاده نمی‌کنن. همیشه در سرمایه در گردش در فشارند، چون پولشون رو وارد فرآیند تولید محصول میکنن یک باره. مشاور مالی ندارن براشون سرمایه گذاری کنه، تامین مالی کنه و مدیریت سرمایه در گردش همیشه میلنگن. نسبت‌های مالی برای خودشون حساب نمی‌کنن. ریسک مالی خودشون رو نمیدونن. یه دفعه می‌بینید تا خرخره توی وام و قرض گیر کردن. زیان انباشته خودشون رو توجهی ندارن. اصلا حواسشون نیست یه وقت جزء شرکت‌های ورشکسته طبق قانون تجارت محسوب نشن. یعنی این بحثای مالیاتی رو توجه نمی‌کنن. خیلی وقتا تمام قراردادهاشون غیر شفافه. فاکتور رسمی نمیگیرن، ارزش افزوده نمیپردازن. خیلی وقتا نمیدونن که مثلا ارزش افزوده که شما میپردازید مثلا اعتبار مالیاتی براتون میشه و میتونید یک جایی به نحو احسن استفاده کنید. فرار کردن مالی و مالیاتی رو بر قرار مالیاتی و بر شفافیت مالیاتی همیشه فرار کردن رو ترجیح دادن. توجه ندارن به این که اگر استاندارد عمل بکنن، از همون اول ساختار صحیح مالی داشته باشن، با مسائل متعدد مالیاتی بعدها مواجه نخواهند بود. توجه ندارن به این که واقعا چه کمک‌هایی میتونه بحث شفافیت به اونها بکنه. تو بحث بیمه اکثر نیروهای متخصصشون رو بیمه نمی‌کنن. من خدا شاهده تو یکی از بزرگترین شرکت‌های دانش بنیانی که رفتم گفتم لیست بیمه، گفت نداریم. گفتم از اینا کیان این همه برای شما دارن کار میکنن؟ گفت ما اول همه که کارگرامون که اتباع هستن تو کارگاهمون و کارخونه‌مون و اینا، اون کسایی هم که دارن تو شرکتمون کار میکنن و دارن با ما کار میکنن، ما جور دیگه به صورت غیر رسمی باشون طرف حسابی. گفتم خب طرف بیمه نمیخواد. گفت بیمه‌شو به یه شرکت دیگه پول دادیم داره رد میکنه. خدا شاهده که دارم میگم عیناً اتفاق افتاد. گفتم برای چی یه شرکت دیگه؟ به خاطر اینکه همه اگه ما بریم با بیمه قطعاً اجتماعی طرف حساب بشیم، سرکله بیمه اینجا باز میشه. گفتم خب اگر بخواید تسهیلات از صندوق نوآوری بگیرید، اون لیست بیمه از شما میخواد، اشتغالزایی میخواد، اظهارنامه مالیاتی میخواد. 4 نفر تو این شرکت کار نمیکنن. گفت چرا 4 تا خود مدیر عامل و اعضای از مدیران بیمه میپردازی. شرکت جزء شرکت‌های بزرگ با تعداد نیروی انسانی 150 نفر بود. لیست بیمه‌اش 5 نفر بود. به خدا تفکر مالی، تفکر مدیریت ریسک در حوزه‌های مالی در شرکت‌های دانش بنیان متأسفانه وجود نداره. نکته دیگه تو بحث مدیریت ریسکی که این شرکت‌ها من میتونم خدمتتون بگم این هست که این شرکت‌ها دقیقاً قبل از رسیدن به دره مرگ از نظر مالی خیلی تحت فشارن، چون هنوز درآمدزایی ایجاد براشون نشده و محصولشون وارد بازار نشده و توی این بخش بزرگترین مسئله و چالشی که دارن اینه که باید حتما در واقع استفاده بکنن از ارزم خدمت شما مشاوره مالی و استفاده نمی‌کنن. دوستان این که دارم میگم به جرات دیدم که همیشه همه کارهای اونها بر مبنای امور رسمی نبوده و همیشه به صورت غیر رسمی وارد این فرآیندها شدن متاسفانه. خب تا اینجا کسی سوال نداره؟ این تعداد 6 نفری که آنلاین هستن صحبت‌های من براتون شفافه و آیا در واقع کسی از شما هست که تو حوزه شرکت‌های دانش بنیان کار بکنه؟ کسی نیست که کار بکنه؟ سوالی ندارید؟ 2 دقیقه بچه تا 4 استراحت کنید، دوباره برمیگردید. اگر میشه اینو قطع کنید یکم. از بزرگترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان این هست که بودجه ندارن. اصلا برای خودشون بودجه ننوشتن. یعنی نمیدونه که تو پایان سال پیش بینیش از درآمداش و هزینه‌هاش چی هستش، با چه نرخی رشد داده، با چه نرخی داره استفاده میکنه، با چه نرخی ارزم خدمت شما داره تامین مالی میکنه و اصلا بودجه نداره و برای خودش بودجه نویسی رو انجام نداده. یک نفری رو هم اونجا نیومدن جذب بکنن که این کار براشون انجام بده و سیستم بودجه ریزی رو بهشون یاد بده. بعد میایم نگاه میکنیم اظهارنامه‌های مالیاتی یا اصلا اظهارنامه‌های کل شرکت‌های دانش بنیان پر از غلط و غلوط.
یعنی یکی از ریسک‌های بزرگش این هست که به صورت تخصصی مباحث مالیشون انجام نمیشه. یعنی شرکت‌های دانش بنیان نیومدن برای خودشون در واقع این موضوع مدیریت بکنن یا یه متخصصی بدن این کار رو انجام بده. خیلی وقتا نیروهای خود عملیاتشون اومدن اظهارنامه رو تهیه کردن، یه دفعه میری نگاه میکنی این شرکت در عالم واقع مثلا 5 تا حساب داره، 2 تا حسابش اومده نوشته، سرمایه‌اش اشتباه نوشته، شرکت دانش بنیان سال مالیشو توی اظهارنامه مالیاتیشون اشتباه نوشته، با حسابش تداخل داره. حسابرس میاد بررسی میکنه، میبینه واقعا همه این موضوعات با چالش مواجه میشه و یکی از بزرگترین ریسک‌ها این هست که عملیات اصلی خود شرکت توسط متخصصین انجام نشده. میان جلوتر اگه واقعا خیلی میخوام حالا بیام علمی این موضوع رو بحث بکنم، خیلی ممنون بحث بکنم و بهش بپردازم، اینه که اون شرکت دانش بنیانی که دوست داره بزرگ بشه و دوست داره واقعا یک روزی با شرکت‌های خیلی بزرگ سر یک میز بشینه و تعامل داشته باشه، مدیریت شبکه رو بهش توجه نکرد. یعنی شبکه سازی و نتورکینگ رو انجام نمیده، اونقدر قدرت نداره که توی همایش‌ها شرکت بکنه، اینکه بیاد در واقع تو رویدادهای بزرگ ظاهر بشه، با افراد کلیدی سر یک میز بنشینه، خودش رو پرزنت بکنه. خیلی وقتا اونها آدم‌های متفکر و متخصص و علمی هن، ولی از نظر ادبیاتی و از نظر گویش و از نظر گفتار اونجوری نیست که مخاطبین رو در نمایشگاه‌ها همایش‌ها جذب کنن و به خاطر همین این شرکت‌ها تو بحث نتورکینگ میرنگن و نتورکینگ مستقیما اثر میذاره روی کجا بچه‌ها؟ بازار، توی بازارشون، تو فروششون و اینکه مخاطب بتونن جذب کنن. نیروی متخصص توی حوزه ندارن، اصلا توجه نمیکنه که اون شرکت ببخشید اینقدر متمرکزن رو محصول که فقط دارن میسازن و اصلا دنیای بیرون خودشون غافلن. من خودم بعضا توی پارک دانشگاه سنت شریف که میرم، شرکت ها همدیگر نمیشناسن، اصلا نمیدونه همسایه‌اش کیه، اینقدر در واقع داخل خودشون و متمرکز روی کار خودشون هستن، اصلا نمیدونن همسایه‌هاشون دارن چیکار. واقعیتش رو بخوای این موضوع یکی از موضوعات کلیدی هست که باعث بزرگ شدن شرکت‌ها، باعث میشه که تمایز پیدا بکنن و اصلا مشتری و اصلا شریک تجاری خودشون بتونن به دست بیارن. میریم جلوتر، جزء مباحثی که واقعا برای من ارزشمنده که بدونید راجع به بازاره. بازار پتانسیل‌های بازارشون نمیشناسن، بازار در دسترسشون نمیدونن چیه، بازار هدفشون نمیدونن چیه. اینا من ان شاء الله توی جلسات بعدی حتما بهتون میگم. مدیریت ریسک در بازار، بحث فروش، بحث برندینگ، بحث قیمت گذاری، بحث اصلا تخفیف، خود تخفیف. کشورهای دیگه یک نفر مشاور در کنار شرکت‌های اسمی همیشه وجود داشته که کارش دیسکانتینگ در واقع بوده. یعنی چی؟ حالا می‌خواستم انگلیسیشو بگم ولی خوردم. مشاوره تخفیفات و فروش رو به شرکت میده. مثلا به چه مشتری تخفیف بده، کجا تخفیف بذار و کجا تخفیف بذاری به ضررته. مثلا یه وقتی شما اگر داری برای شرکت‌های بزرگ محصولات رو پرزنت می‌کنی و جایی که برای ثروتمندان داری می‌فروشی، اتفاقا بعد اون رو در قالب کالای لوکس بیای معرفی کنی. تخفیف رو کالای لوکس معنی نداره. اون کسی که داره میاد یک کالایی رو آتومن 2 برابر 3 برابر پول میده، تخفیف براش دیگه اثرگذار نیست. بعد میای تو بحث نیروی انسانی. اصلا آموزش به شرکت‌ها داده نمیشه. خود مدیرانشون اصلا آموزش نمیبینن. براشون آموزش میذارن، فرار میکنن، وقت ندارن، گرفتارن. ببینید من گفتم شرکت‌های دانش بنیان همون واقعا NTBF ها هستن، نیولی تکنولوژی بیس فرم ها هستن به صورت واقعی و اینها چیزایی هست که چالش های اوناست. از طرفی نرفتن از مشاورین حوزه مالکیت فکری استفاده کنن. یکی از بزرگترین ریسک شرکت‌های دانش بنیان ریسک مالکیت فکریه، چیزی که کمتر تو کتاب‌ها یا توی ادبیات یا توی کار واقعی بهش اشاره کرد. یعنی چی؟ چه شکلی دارایی فکری نامشهود در شرکت حفظ بشه، پتنت بشه، برند بشه، فرمول بشه، طرح صنعتی بشه، ثبت بشه یه جایی. چه شکلی اینو محافظت کنی؟ چه شکلی از دارایی نامشهود استفاده کنی؟ چه شکلی دارایی نامشهود رو بتونی ببری تو صورت مالی و باش افزایش سرمایه بدی؟ بفرمایید.
با اجازه اینجا میخوام یه مثال خیلی جالبی که پروندهش در حال اجراست بگم از اهمیت این دارایی‌های فکری. شرکتی است استارتاپ آمریکایی به اسم مسیمو توسط یک مهندسی به اسم جو کیانی ایرانیان اصل برگزار شده و فعاله. تولید دستگاه‌های اندازه‌گیری اکسیژن خون انجام میده. نکته اینه اینقدر اینا در اجرای پرونده‌های حقوقیشون موفق بودن که بعضا به اصطلاح تو بازارها به اینا میگن که اینا جریمه‌هایی که تونستن از شرکت‌های بزرگ بگیرن بیشتر از فروششون شده و اینقدر قوی بود تیم حقوقی اینها که حتی اپل رو هم اپل با چند تریلیون دلاری هم مجبور کرده یه سری از قابلیت‌های اپل واچ رو فعلا خاموش کنه در خاک آمریکا تا وقتی که این مسئله پتنت‌های اینا حل بشه. ماشاءالله. اسم شرکت رو یک بار دیگه میگی؟ مسیمو. تو بحث پالسومتری هستش، سنجش اکسیژن خون. خیلی هم عالی. من کاملا دارم درست اشاره میکنم. یعنی شرکت دانش بنیان رو ما ریسک‌های مختلفش رو بهش اشاره کردیم. عملیات، اجرا، بازار، مالی، نیروی انسانی، دارایی فکری، کمک بدید. بازار شو گفتم. تامین مالیش که جزء ریسک‌های مالیش هست. ریسک‌های نرخ ارز دیگه قوانین و مقررات. ببینید خیلی وقتا شرکت‌های دانش بنیان میان یه محصول خیلی جدیدی رو میسازن، هیچ قانونی واسش نیست. مثل شرکت‌هایی که تو حوزه رمزارز فعالیت می‌کنن یا حوزه بلاکچین. میگن راه بنداز جا بنداز. خیلی وقتا جا بنداز اتفاق نمیفته. همون قوانین دست و پاشون میگیره حذفشون می‌کنه. ریسک قوانین مقررات. مشاور حقوقی ندارن، استفاده نمی‌کنن. نه لازم نیست شما به یکی رو استخدام بکنی. ولی یه وقتی یه پول مشاوره خوبی به یه فرد متخصص میدی، تو نجاتت میده از یک ضرر و زیان‌های عظیمی که در آینده مواجه میشه. من خودم یک مسئله برام پیش اومد. یک دامنه‌ای رو داشتم که دادم تمدید بکنن، تمدیدش پولش رو دادم به موقع، ولی اون شرکت آنلاین تعلل کرده بود، 2 روز 3 روز دیر هزینه رو انتقال داده بود به کشور دیگه. دامنم باز شد. بعد رفتیم خودم بخریمش. اون زمان خب خیلی بود، 7 سال پیش، 6 7 سال پیش. 100 میلیون تومان، 120 میلیون تومان. واقعا بعد اون وسط ما چیکار می‌کردیم؟ مشاوره حقوقی گرفتیم. کمکمون داد، ولی گفت هزینه‌ای که شما بابت گرفتن اون دامنه رو می‌خوای الان انجام بدی، از حق مشاوره من و شکایت از این شرکت و اینها خیلی فراتر میره. بذار به جایی برسی که بزرگتر بشی و اون کار برای تو ارزش ایجاد بکنه، بعداً برو دنبالش. ولی هم خارجی هم داخلی مشاوره گرفتیم. یعنی این موضوعاتی است که بسیار بسیار به اون شرکت‌ها میتونه کمک بده. در کنارش یه موضوعات دیگه‌ای که من بگم و جزء جملات آخرم باشه تو بود قوانین مقررات، خیلی وقتا ارتباط خوب و لابی کردن خوب با مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، تو همه دنیا هم همینجوری. یعنی اون استارتاپ‌هایی که موفقن که میرن قوانین رو برای خودشون ایجاد میکنند، اونقدر لابی میکنن و اونقدر قدرت دارن تو بحثای در واقع ارتباطات قوانین مقایسه و رسانه‌ای که قوانین رو برای خودشون ایجاد میکنن و اون ارزش ایجاد میکنه برای خودش. اون ارزش ایجاد. ولی شما کاری ندارم، بحث ما نیست، بحث الटरनेटिव اینوستمنت، سرمایه‌گذاری دارای جایگزین. ولی تو الटरनेटिव اینوستمنت میگن مثلا برو سرمایه‌گذاری کن روی ملکی که جواز نداره، ولی برو آدم‌هایی رو کنار خودت قرار بده از بعد حقوقی، قانونی، ارتباطی، لابیگری که برای این جواز بگیره و یه دفعه ارزش افزوده زیادی واسط ایجاد کنه. این موضوع مشابهت پیدا می‌کنه با شرکت‌های دانش بنیانی که محصولات خاصی دارن که اصلا استفاده کردن از اونها خیلی مشخص نیست. بستر قانونی ویژه‌ای نداره. من فکر می‌کنم برای امروز کفایت بکنه. ریسکای متنوعی هست، ولی بعداً ما فکر می‌کنم باید اینجوری بریم جلو که چه شکلی ریسک قانون مقررات شرکت‌های دانش بنیان پوشش داده بشه، مدیریت بشه. چگونه ریسک‌های مالی این شرکت‌ها مدیریت بشه. چگونه ریسک‌های بازارشون، چگونه ریسک‌های تکنولوژیشون و فنیشون، ریسک‌های عملیاتشون، ریسک‌های منابع انسانیشون، ریسک‌های مالکیت فکریشون میتونه پوشش داده بشه و مدیریت بشه. خیلی متشکرم از اینکه در واقع زمان دادید به ما و اینکه سوالی باشه که من خدمت شما هستم. هر سوالی باشه خدمت شما هستم. خب دوستان حاضر در جلسه شما سوال ندارید؟ خواهش میکنم. من این جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد پایان میدم. امیدوارم که در واقع برای شما این موضوع در واقع مفید باشه، هرچند که من خیلی وارد جزئیات نشدم و عرضم خدمت شما باشم انشاءالله در آینده. ممنون و متشکرم. وقت همگی بخیر. خسته نباشید. خدا قوت، خدا نگهدار شما.